مکتب ویران شد، سرک از بین رفت، لینای تلفن از بین رفت، شفاخانه وجود نداره. این مال کیست؟ مال دولت است یا مال ملت است؟ این در نتیجه عرقریزی های شما و مسئول کار و زحمات شما و آبله های کف دست شما ساخته شده است. مسجد ها ویران شدن. ما خود طوری دیدیم و عادت و عنعنه طوری هست که اگر در یک فامیل، در یک خانه آتش در بگیره، از خرد گرفته تا کلان میدون، یکی با لپ خود او مندازه، یکی کت دولچه او مندازه، یکی کت سطل او مندازه، یکی واسکت خود بیرون میکشه که ای آتش گل بکنه، یکی خاک مندازه سری آتش. تمام تلاش برای عزیز که آتش در گرفته شده در این خانه خاموش شود. یا چنین نیست؟ پس بیایید افغانستان خانه مشترک ما شما هست. همه اولادهای از این وطن و از این فامیل هستیم و فامیلی هستیم که در این خانه مشترک زندگی میکنیم. خانه ما فعلا در گرفته است. وظیفه خرد و بزرگ است، نه رئیس